برگزیده‌ای از کتاب بوف کور نوشته صادق هدایت. من فقط برای سایه خودم می نویسم که جلوی چراغ به دیوار افتاده است. باید خودم را بهش معرفی کنم. در این دنیای پست پر از فقر برای نخستین بار گمان کردم که در زندگی من یک شعاع آفتاب درخشید. اما افسوس، این شعاع آفتاب نبود، بلکه فقط یک پرتو گذرنده، یک ستاره پرنده بود که به صورت یک زن یا فرشته به من تجلی کرد و در روشنایی آن یک لحظه، فقط یک ثانیه، همه بدبختی های زندگی خود را دیدم و به عظمت و شکوه آن پی بردم. و بعد این پرتو در گرداب تاریکی که باید ناپدید شود دوباره ناپدید شد. نتوانستم این پرتو گذرنده را با خود نگه دارم.